فیلم بد و شراب نوشی آریانا سعید و اسیب در صفحات مجازی نشر شد. رفتار عجیب آریانا سعید بعد از ختم کنسرتش با اسیب. آریانا سعید در کدام کشور کنسرت جدیدش را برگزار کرد؟ لباس‌های جنجالی و کاملا برهنه آریانا سعید در این کنسرت. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، ملکه دلهای افغان، یکی از هنرمندان بی‌بدیل، خوش صدا و ناماشنای کشور بوده است. وی در ادامه برگزاری کنسرت‌هایش در سرتاسر جهان کنسرت بزرگی را در زیراند جدید برای اولین بار در طول کارهای هنریش برگزار کرد. این کنسرت آریانا سعید مورد حمایت و تشویق گسترده قرار گرفت. در این کنسرت آریانا سعید کاملا لباسهای برهنه بر تن کرده است که مورد نقد دوستداران و طرفداران موسیقیش تاکنون شده است، ولی آریانا سعید این نوع ابراز نظر برای دوستداران و طرفدارانش نداشته است. آریانا سعید بعد از ختم این کنسرت با اسیب در حالت نشه و کاملا برهنه ظاهر شده است. این دو در موتر خوشگذرانی را انجام داده است که ویدیوی این دو در صفحات مجازی منتشر شده است. آریانا سعید از کنسرت‌هایش درآمد میلیونی داشته است. وی علاقه‌مندانش را در سرتاسر جهان با سرودن آهنگ‌های جدیدش خوشحال می‌سازد. تمامی هنرمندان افغان با آریانا سعید رقابت هنری داشته است، ولی آریانا سعید سطح هنرش خیلی بالا بوده است و با هیچ هنرمند افغان دیگر رقابت نداشته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، امیتان را به الله منان سپرده شاد و خرم باشید.